سلام. امروز میخوایم راجع به یکی از نامدارترین و نامورترین خلبانان جهان که ایرانی بوده با شما صحبت کنیم. رکورددار پروازهای جنگی در دنیا، یک شالیکار، شیرمردی که خودش را سرباز کوچک اسلام میدانست. با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر زندگی نامدارترین خلبان جهان، شهید علی اکبر شیرودی. امروز 8 اردیبهشت سال 1350 کارگران کارخانه پارچه بافی جهان چیت کرج به مدت 3 روز در اعتراض به دستمزد پایین، ساعات کاری زیاد، بیمه نشدن و شرایط بد کاری دست به اعتراض و اعتصاب زدند. اعتصاب و تجمع در محوطه کارخانه نتیجه‌ای نداد و کارگران تصمیم گرفتند به سمت وزارت کار در تهران راهپیمایی کنند. در میان راه ژاندارم‌ها به سمت کارگران یورش می‌برند و آنها را به رگبار می‌بندند. در این حادثه 3 کارگر کشته و تعداد زیادی مصدوم می‌شوند. سال 1351 آیت الله محمد کوهستانی مازندرانی، مشهور به آقا جان کوهستانی، فقیه و عارف شیعه، در 84 سالگی دار فانی را وداع گفت. آیت الله گلپایگانی زهد و تقوای کوهستانی را عین الیقین برای خود می‌دانست. آیت الله مرعشی نجفی او را لنگر ارز و سید عبدالکریم رضوی وی را صاحب نفس زکیه دانسته است. سید عبدالکریم هاشمی نژاد و ابوالحسن عیاضی از شاگردان وی بودند. بر اساس وصیت مرحوم، پیکر وی در حرم امام رضا علیه السلام دفن شد. سال 1368 احسان طبری، فیلسوف، نویسنده و عضو کمیته مرکزی حزب منحله توده ایران، در 73 سالگی درگذشت. وی در سنین جوانی به مارکسیسم گروید و در سال 1316 همراه با 52 نفر به زندان رضاشاه افتاد. او به زبانهای متعددی آشنایی داشت. طبری سپس در فعالیت‌های حزب توده مشارکت کرد، اما در سال 1362 پس از کشف توطئه‌های متعدد حزب توده علیه نظام اسلامی، طبری به اتفاق کادر رهبری حزب دستگیر و زندانی گردید. او در زندان به اشتباهات خود و حزب اعتراف کرد و کتاب کژراهه را در این زمینه نوشت. علی اکبر قربان شیرودی در دیماه سال 1334 خورشیدی در روستای بالا شیرود شهر تون کابل در خانواده‌ای کشاورز و متدین دیده به جهان شد. وی دوران ابتدایی تا دبیرستان را در مدارس بالا شیرود و تون کابل سپری کرد و پس از پایان تحصیلات دبیرستان برای یافتن کار به تهران آمد و در کنار آن به ادامه تحصیل پرداخت. شیرودی پس از پایان تحصیلات متوسطه در سال 1351 خورشیدی وارد ارتش شد و پس از گذراندن مراحل استخدام در هوانیروز، دوره مقدماتی خلبانی را در تهران به پایان رساند. طی کردن دوره خلبانی با بالگرد کبرا در پادگان هوانیروز اصفهان و فارغ التحصیلی به کسب درجه استادفانیاری منجر شد و آغاز مسئولیت وی به طور جدی در عرصه خلبانی بود. وی پس از پایان دوره خلبانی به استخدام ارتش درآمد و بعد از 3 سال خدمت در ارتش به پادگان هوانیروز کرمانشاه منتقل شده و در آنجا با خلبان احمد کشوری آشنا گردید تا اینکه با اوجگیری جریانات انقلاب اسلامی ایران به صفوف راهپیمایان پیوست و تلاش کرد تا مردم را با آرمان‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی آشنا سازد و هنوز هم بسیاری از شهروندان تون کابلی سخنرانی کوبنده و انقلابی این مرد مبارز به خستگی ناپذیر را در میدان مرکزی این شهر به خاطر دارند. شیرودی که با شروع جنگ تحمیلی به منطقه کرمانشاه رهسپار شده بود، در جریان یکی از مأموریت‌های خود با سرپیچی از فرمان ابوالحسن بنی صدر مبنی بر تخلیه پادگان و انهدام انبار مهمات منطقه به همراه 2 خلبان همفکر خود و با 2 هلیکوپتری که در اختیار داشتند، در طول 12 ساعت پرواز بی‌نهایت حساس و خطرناک که وی به عنوان تن آموزش‌انداز پیشاپیش 2 خلبان دیگر به قلب دشمن یورش برد، توانست مهمات دشمن را در هم کوبیده و خسارات سنگینی را بر دشمن وارد آورد.
در همان سال نخست جنگ تحمیلی به دستور فرماندهی هوانیروز شیرودی چند درجه تشویقی گرفت و از ستفاندار سوم خلبان به درجه سروانی ارتقا یافت. اما در نامه‌ای به فرمانده هوانیروز کرمانشاه در 9 مهر 1359 شمسی این گونه نوشت: این جانب خلبان پایگاه هوانیروز کرمانشاه می باشم و تا کنون برای احیای اسلام و حفظ مملکت اسلامی در تمام جنگ ها شرکت نمودم. منظوری جز پیروزی اسلام نداشتم و به دستور رهبر عزیزم به جنگ رفتم. لذا تقاضا دارم درجه تشویقی که به این جانب دادند پس گرفته و مرا به درجه ستفاندار سومی که بوده‌ام برگردانید. شیرودی در چند عملیات پروازی خود تلفات سنگینی را به نیروها و تجهیزات دشمن در نقاط راهبردی غرب کشور وارد کرد. وی در همان مدت کوتاه حضور در دفاع مقدس توانست رکورد یکی از بالاترین پروازهای جنگ با بالگرد کبرا را در دنیا به نام خودش ثبت کند. او بارها و بارها از خطر گلوله‌های دشمن جان سالم به در برد، در حدی که بالگردهای وی بیش از 40 بار سانحه دیده و بیش از 300 بار مورد اصابت گلوله به بالگردش نیز ثبت گردیده است. این خلبان کیس پرواز هوانیروز پس از چند هزار مأموریت هوایی و انجام بالاترین پروازهای جنگی در دنیا و نجات یافتن از 360 خطر مرگ سرانجام در آخرین عملیات پروازی خود در 8 اردیبهشت ماه سال 1360 شمسی در منطقه بازیدراز، هنگامی که رژیم بعث لشکری زرهی با 250 تانک و با پشتیبانی توپخانه و خمپاره انداز و چند فروند جنگنده روسی و فرانسوی برای بازپسگیری ارتفاعات بازیدراز به طرف سرپل ذهاب گسیل داشته بود، به مقابله با آنان پرداخت و پس از انهدام چندین تانک از پشت سر مورد اصابت گلوله تانک قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر پاک این شهید والا مقام پس از تجزیه باشکوه در روستای شیرود تنکابن به خاک سپرده شد. روحش شاد. وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرند. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. مردمی که تاریخ نمی‌دانند محکوم به تکرار دوباره آن هستند. با ما همراه باشید در این سفر